تقریبا هر مردی که تو رابطه باخته یه اشتباه مشترک داشته. فکر کرده مشکل از پیچیدگی زن هاست. نه، مشکل اینی که بدون نقشه وارد میدون شده. یه روز اون گرمه، فرداش سرد میشه. تو میپری جلو، پیام پشت پیام، توضیح پشت توضیح و دقیقاً همینجا میبازی. این نقشه برای آدمای راحت طلب ساخته نشده. برای کسی که میخواد بازی رو بفهمه. تو رابطه با عقل نمیبازی. با واکنشه بی نقشه میبازی. قانون 1 تضاد. تو فکر میکنی زنها غیر قابل فهمن، ولی مشکل تو اینه که تضاد رو بلد نیستی بخونی. زن میاد نزدیک، بعد عقب میره، میل نشون میده، بعد سرد میشه. این بازی نیست، این تضاده. چون زن همزمان دو چیزو میخواد، هم نزدیک شه، هم مطمئن شه. تو یه پیام میدی، اون گرم جواب میده، تو ذوق میکنی. 2 ساعت بعد فقط اوکی. تو مغزت میره رو هوا. اینجا قانونش اینه. اولین رفتار زن همیشه حقیقت نیست. نه چون دروغ میگه، چون خودشم هنوز تصمیم نگرفته. زنها گیجت نمیکنن، تضادشون گیجت میکنه. ولی این تازه اولشه. قانون بعدی همونیه که مردا توش تحقیر میشن و خودشونم نمیفهمن. قانون 2 آزمون. هیچ زنی بدون آزمون تو رو جدی نمیگیره و اینجا اکثر مردا خراب میکنن، چون آزمون رو توهین میبینن. ولی زن دنبال توهین نیست. ناخودآگاهش فقط اینو میسنجه. این مرد وقتی فشار میاد میشکنه یا میسته. پس چی کار میکنه؟ دیر جواب میده. یه حرف تحریک‌آمیز میزنه. مرز تو هول میده. حسادت تو بیرون میکشه. سکوت تو تست میکنه. میگه تو مثل بقیه ای؟ تو میپری میگی نه من اینطوری نیستم. ببین، شروع میکنی توضیح دادن. همون لحظه افتادی تو بازی. تو چطوری رد میشی؟ با ثباتی که نیاز به توضیح نداره. نه دفاع، نه حمله. فقط ایستادن. زنها دنبال مرد مهربون نیستن. دنبال مرد محکمن. و این یکی رو خوب گوش کن. چون خیلی از مردا دقیقاً وقتی زن واقعا عاشقش میشه نابودش میکنن. قانون 3 ترس بعد از عشق. عشق عمیق زن رو آروم نمیکنه، میترسونتش. تو فکر میکنی علاقه بیشتر مساویه با نزدیکی بیشتر. ولی برای زن عشق واقعی زخم‌های قدیمی رو فعال میکنه. ترس از طرد شدن، ترس از رها شدن، ترس از اینکه همه چیز رو بده و دوباره تنها بمونه. پس چی کار میکنه؟ عقب میکشه. سرد میشه. گاهی ناپدید میشه. 2 روز پیش میگفت دلم برات تنگ شده. امروز فقط پیاماتو سین میکنه. تو میری تو مود چی شده؟ من چی کار کردم؟ شروع میکنی فشار آوردن و دقیقاً همون چیزی میشه که میترسی. اینجا قانون طلاییه. فضا بده ولی فرو نریز. ثابت بمون ولی تعقیب نکن. عشق برای زن خط مستقیم نیست. موج نزدیکی و فاصله است. قانون بعدی همونیه که بهت میفهمونه چرا مردای خوب بیشترین ضربه رو میخورن. قانون 4 قدرت. زن جذب مردی که روی خودش مسلطه. نه مردی که فقط مهربونه. مردای زیادی هستن که خیلی خوبن ولی جذاب نیستن. چرا؟ چون هر چی زن گفت میگم باشه. هر چی شد کوتاه میان. هر تنشی شد میپاشن. قدرت یعنی چی؟ نه زور، نه خشونت. قدرت یعنی تصمیم داری، مرز داری، تو تنش نمیپاشی. وقتی لازمه نمیگی. زن میگه هر کاری میخوای بکن، مهم نیست. تو میگی نه مهمه، من اینو نمیپذیرم. بدون داد، بدون بحث، فقط محکم. و دقیقاً همینجا جذابتر میشی. زنها عاشق مرد کنترلگر نمیشن.
عاشق مردی میشن که میتونه خودش رو کنترل کنه. ولی اینو باید بدونی بعضی وقتا تو حتی اشتباه هم نکردی. فقط اشتباه قدیمی یک نفر رو فعال کردی. قانون 5. زخم‌های قدیمی. هیچ زنی بدون گذشته وارد رابطه نمیشه. بعضی رفتارهای متناقضش به تو ربطی نداره. تو فقط ماشه‌ای. تو فقط دیر جواب دادی. اون یهو قهر کرد. نه به خاطر پیام. به خاطر یک داستان قدیمی که تو نمیبینی. تو اینجا چیکار میکنی؟ نه نجات دهنده باش، نه قاضی. زخم رو ببین ولی سوء استفاده نکن. تو همیشه مشکل نیستی. بعضی وقتا فقط ماشه‌ای. قانون 6. زبان ناخودآگاه. حرفا مهمن ولی رفتار حقیقت رو لو میده. زن ممکنه بگه ثبات میخوام ولی رفتارش چیز دیگه رو میگه. ناخودآگاه با اینا حرف میزنه. فاصله، نگاه، سکوت، زمانبندی جواب دادن. قانونش کمتر گوش بده. بیشتر مشاهده کن. ناخودآگاه دروغ بلد نیست. فقط آدم‌ها بلد نیستن ببیننش. قانون 7. کنترل واکنش. زن تو رو کنترل نمیکنه. واکنشاته که تو رو کنترل میکنه. لحظه‌ای که داد میزنی، توضیح میدی، ثابت میکنی یا میپری برای درست کردن اوضاع، کنترل رو دادی. میگه فکر کنم دیگه نمیخوام ادامه بدم. تو به جای خواهش فقط مکث میکنی. بعد میگی باشه اگه این حس توه. همین آرامش بازی رو عوض میکنه. تو با سکوتت نمیبازی. با واکنشاته که میبازی. قانون 8. آزادی. وقتی دست از کنترل زن برداری جذاب میشی. آزادی از جایی شروع میشه که دیگه نیاز به تاییدش نداری. دیگه ارزش خودت رو از توجهش نمیگیری. دیگه با حال و هواش تنظیم نمیشی. اینجا زن یا میمونه یا میره و هر دو حالت تو آزاد موندی. این همون چیزیه که زمان رو کامل میکنه و ارزش میده. حالا اگه بخوام کل ویدیو رو تو 3 حرکت جمع‌بندی کنم: 1. وقتی تضاد دیدی پایدار بمون، واکنشی نشو. 2. وقتی آزمون دیدی توضیح نده، ثبات بده. 3. وقتی سردی دیدی فضا بده ولی فرو نریز. همین 3 تا تو رو از 80% مردا جلو میندازه. اگه این قوانین رو واقعا فهمیدی کامنت کن. کدوم قانون بیشتر بهت خورد؟ تضاد، آزمون، ترس بعد از عشق، کنترل واکنش. کلمه‌شو فقط برام کامنت کن تا قسمت بعدی همونو ریزتر باز کن.